بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. سلام علیکم متعلمین عزیز، مانده نباشین. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ خیرت است؟ جور و تیار هستین؟ خوشحال هستم که باز یک جلسه دیگه در خدمت شما هستم. طبق معمول درس شیرین تاریخ شروع میکنیم. خب فصل سوم جلسه 41 عنوان درس ما است جمهوری خلق چین از همسایه های کشور ما افغانستان که در قسمت شمال شرق ما با کشور جمهوری خلق چین همسایه هستیم. در این درس ما راجع به سوابق تاریخی چین اطلاعات پیدا میکنیم و همین قسم راجع به حوادث که در چین در سال 1949 میلادی به وقوع پیوست و جز حوادث مهم و تاریخ ساز چین بود بیشتر اطلاعات پیدا میکنیم. خب اول موقعیت چین. ببینین اینجا در تصویر نقشه چین هم براتون نشان داده شده. موقعیت جغرافیایی چین در کجا قرار دارد؟ در نیم کره شمالی کره زمین در قسمت شرقی آسیا و ساحل غربی اقیانوس آرام کشور چین قرار گرفته و در واقع در بین سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا قرار گرفته. مساحت چین 9600 کیلومتر مربع است و کشور چین سومین کشور پهناور و وسیع دنیا است. در این قسمت سومین مقام را از آن خود ساخته. پایتخت کشور بزرگ و پهناور چین شهر پکن است یا بیجینگ. شهر پکن از مراکز کهن چین به حساب میآید. سابقه تاریخیش تقریباً به حدود 3000 سال میرسه. خب میگن که 1000 سال قبل از امروز شهر پکن دوباره مورد بازسازی قرار گرفت و به عنوان پایتخت ازش استفاده شد، اما به عنوان پایتخت دائمی کشور چین شهر پکن حدود 7 قرن پیش انتخاب شد و تا هنوز به عنوان پایتخت مورد استفاده قرار میگیره. حدود 7 قرن پیش توسط قبلای خان به عنوان پایتخت انتخاب شده بود. منتها تا امروز این موضوع ادامه داشت، یعنی تا الان از حدود 7 قرن پیش شهر پکن پایتخت کشور چین است. فقط به استثنای دوره سلطنت کومینتانگ از سال 1928 تا سال 1949 میلادی حدود 2 دهه خب شهر پکن پایتخت چین نبود و در عوض پایتخت چین به شهر ننجنگ منتقل شده بود. خوبی هم نقشه را به شما نشان میده که موقعیت کشورهای مختلف و کشور چین است. خب باشندگان چین، اکثر باشندگان کشور چین از نژاد خانها یا هانها هست. هانها کی است؟ آنها مردمانی است که قرون متمادی در چین زندگی کردند. در اصل خود امی خانها که اصلش هانهاست اینا بازماندگان سلسله هان هستند و این نام اقتباس شده از امپراتوری هان. امپراتوری هان یک امپراتوری بسیار قدرتمند بود که حدود 400 و چند سال در چین سلطنت میکردن. این امپراتوری یعنی امپراتوری هان از سال 206 قبل از میلاد تا سال 220 میلادی در مملکت چین حکمروایی میکردن. مناسبات اسلام با چین در زمان حکومت بنی امیه قرنها قبل، گرچه که اسلام موفق شد که سرزمین‌های بسیار وسیع را تصرف بکنه، از شرق میانه و سند تا سواحل جنوبی مدیترانه و شمال افریقا همه زیر پرچم واحد اسلام قرار گرفتند. اما بعدها آغاز جنگ‌های داخلی و مخالفت‌های داخلی در بین مسلمان‌ها این باعث شد که این تحرک و باعث شد که پیشروی اسلام از تحرک و توسعه باز بانه و نتونه که مناسبات خود با کشور چین در اون زمان توسعه ببخشه. در دوره خلفای عباسی خصوصا زمانی که پایتخت امپراتوری بزرگ اسلامی از شهر شام به شهر بغداد منتقل شد در اواسط قرن 8 میلادی. خب
در اون زمان کالاهای تزئینی دوباره بین مردم رایج شد و مورد تقاضای عمومی قرار گرفت و این باعث شد که دوباره روابط تجارتی کشورهای منطقه با چین حالت تجدد را پیدا بکنه و مجددا کشورهای همسایه با چین خب وارد تجارت شوند، بخصوص از طریق راههای زمینی آسیای مرکزی که یکیش همون راه ابریشم معروف است که از کشور ما افغانستان هم میگذشته. ولی با اون هم که اکثریت این کاروانهای تجاری از راههای زمینی عبور و مرور میکردن و از این راههای مواصلاتی تجارت انجام میشد، ولی با اون هم مبادلات بحری از اهمیت بهتر و بیشتر برخوردار بود. چرا از اهمیت بهتر و بیشتر برخوردار بود؟ چون در مبادلات بحری راهها بسیار کوتاه‌تر میشه و خب اونجا وقتی که سوار کشتی میشن دیگه مشکل خاص ندارن، فقط مشکلی که دارن در بحرپیمایی همی است که با طوفان برخورد بکنن. به هر حال از طریق خلیج فارس راههای مبادلاتی بحری که از اهمیت بیشتر برخوردار بود، از طریق خلیج فارس، از طریق جنوب عربستان، از طریق شرق افریقا و هند و همین قسم از جنوب شرق آسیا تا چین، این راهها مورد استفاده قرار می گرفت. در دوره حکومت مقتدر اسلامی امپراتوری بزرگ مسلمان ها در زمان خلافت عباسیان، زمان خلفای عباسی امپراتوری بزرگ مسلمان ها را در دنیا اداره میکرد، خب روابط تجارتی وسیع با جهان شروع کرد، از جمله با کشور چین بخصوص مسلمان ها یا کشور بزرگ اسلامی، سرزمین های عظیم و امپراتوری بزرگ اسلامی با چین هم وارد تجارت گردیدن. از طرفی هم خب هم مسلمان ها به این تجارت اهمیت میدادن، هم از طرف دیگه سلسله تان که در رأس کشور چین قرار داشتن به عنوان یک سلسله قدرتمند و حاکم، اینا راههای تجارتی را امنیتش کاملا ضمانت کرده بودند. در قرن 16 میلادی زمانی که پرتغالی ها و هلندی ها در راههای تجارتی و در منطقه کاملا حاکم شدند و به استعمارات خود افزودند، خصوصا پرتغالی ها و راههای بحری و تجارتی را تا منطقه هرمز ایران تصرف کردند. منطقه گوا را مثلا در هند تصرف کردند و از جزیره به اسم گوا یا منطقه گوا در هند سعی میکردند که تمام مناطق شرقی را که در استعمار خود قرار داده بودند اینا را کنترل و مدیریت بکنند و همین قسم از منطقه ماکویو در جنوب چین. این باعث شد که یک بار دیگه خب روابط با آسیای شرقی و چین کاملا رو به ضعف بگذاره و روز به روز کمرنگتر شود. هجوم مغول‌ها از اوایل قرن 13 میلادی هجوم مغول‌ها آغاز گردید و کشور چین هم به سرنوشت کشورهای دیگری که مورد تجاوز مغول‌ها، مورد هجوم مغول‌ها قرار گرفته بود، سرنوشت تقریباً مشابه داشت مثل سرزمین‌های دیگر خاور میانه. در سال 1230 میلادی اوکتای قاآن با فرزندان و دو برادرش به نام جغتای و تولی اینا خب به طرف سرزمین چین حمله کردند و اینا موفق شدن بعد از 4 سال، یعنی در سال 1234 میلادی، شهر کایفنگ را کاملا به تصرف خود در بیارن. اما چین در دوران معاصر دولت منچو تجارت با انگلیس را کاملا محدود ساخت و نه تنها محدود ساخت بلکه کاملا تحت نظارت قرار گرفت، تحت نظارت جدی قرار داد. خب این گونه خواهان تجدید نظر در مقررات روابط تجارتی با کشورهای دیگه به خصوص با انگلیس گردید. خب انگلیس ها بسیار تلاش کردند که برای تجارت یک راه جاگزین و کشور جاگزین را انتخاب بکنن و اونها تجارت جهانی خود سعی کردن از طریق هند خب انجام بدن. هدف اساسی انگلیس ها از روابط با چین بیشتر تجارت تریاک بود که اینها بیشتر در چین تریاک منتقل میکردن و مردم چین را هم به تریاک متاسفانه گرفتار ساختن که پیامد بسیار ناگوار داشت.
ناگوارترین پیامد این تجارت یعنی تجارت تریاک جنگ بود بین انگلیس و چین به نام جنگ تریاک که در تاریخ به نام جنگ تریاک معروف است و این جنگ از سال 1841 میلادی شروع شد و حدوداً 20 سال یعنی تا 1860 میلادی طول کشید. اما چین در قرن 20 ببینین در قرن 20 حکومت‌های امپراتوری در چین روی کار آمد و بعد کم کم در چین جمهوری ملی چین مستقر گردید. برای اولین بار توسط دکتر سون یاتسن که معروف به پدر چین مدرن است در سال 1911 میلادی به رهبری دکتر سون یاتسن خب موفق شدن که چینی ها برای اولین بار جمهوری ملی چین در کشور چین بنیاد بگذارن و خود شخص دکتر سون یاتسن که به پدر چین مدرن هم گفته معروف بود به عنوان اولین رئیس جمهور جمهوری کشور چین انتخاب شد و انجام وظیفه نمود. در عین حال دکتر سون یاتسن رهبری حزب کومینتانگ را هم تا سال 1921 میلادی به عهده داشت. بعد خب چینی ها کم کم ضعیف شدن و قدرتشان در مقابل قدرت های خارجی از دست دادن، رو به ضعف نهادن. علتش درگیری های داخلی بود که بیشتر اینا در درگیری های داخلی و اختلافات داخلی که در چین به وجود آمده بود به اینها متوجه شده بودند و به مسائل منطقه زیاد دقت و توجه نداشتند. اما برخلاف دولت مردانی که در رأس دولت چین و در حاکمیت چین قرار داشتند، از نظر مایو تسه که رهبر حزب کمونیست یا رهبر کمونیستای چین بود، اون زمان اونا کمونیستا هنوز به پیروزی نرسیده بودن، از نظر رهبر انقلابیون کمونیست چین توجه به منطقه در اون زمان از اهمیت خاص برخوردار بود و در عین حال که اینا در حال جنگ بودن توجه به منطقه را هم از دست ندادن و از نظر اینا باید به اون بیشتر اهمیت میدادن و این موضوع باعث تشدید زیادتر فعالیت‌های کمونیست‌های چین به رهبری شخص مایو در اون زمان قرار گرفت. خب به پایان درس امروز رسیدیم عزیزان. به سوالات درس دقت کنین. ببینین عکس گذاشته اینجا مربوط جنگ تریاک است که گفتم بین کشور چین و کشور انگلستان به وقوع پیوست. تقریباً 20 سال طول کشید. نقشه افغانستان که از شمال شرق ترین نقطه کشور با چین هم مرز و همسایه هستیم. خب سوال اول، کشور چین در کجا موقعیت دارد؟ بله، کشور چین در محل تقاطع 3 قاره آسیا، اروپا و افریقا موقعیت دارد. سوال بعدی، نظام جمهوری در چین چه وقت ایجاد شد و اولین رئیس جمهور چین کی بود؟ بله، نظام جمهوری در چین در قرن 20 ایجاد شد و اولین رئیس جمهور چین آقای سون یاتسن بود که معروف به پدر چین مدرن بود. سوال بعدی، در دوران معاصر تجارت با انگلیس ها را چه کسی محدود کرد؟ منظور در چین است. بله، در دوران معاصر تجارت با انگلیس ها را دولت منچو محدود کرد و کاملا تحت نظارت قرار داد. خب رسیدیم به قسمت نمونه سوالات کنکور. عزیزان دقت کنین. سوال اول از نمونه سوالات کنکور مربوط فرم اول بغلان است. یکی از اشخاص ذیل رهبر انقلاب 1911 میلادی در چین بود. گزینه‌ها را می‌بینیم. گزینه اول جوده، گزینه دوم سون یاتسن، گزینه سوم مائو، گزینه چهارم هیچ کدام. کدام گزینه جواب صحیح است؟ جواب صحیح را با هم می‌بینیم. بله، گزینه دوم سون یاتسن جواب صحیح سوال است. خب سوال بعدی، در دوران معاصر کدام دولت چین تجارت با انگلیس ها را محدود نموده و تحت نظارت قرار داد؟ گزینه ها را با هم می‌بینیم. گزینه اول تانگ، گزینه دوم منچو، گزینه سوم سون یاتسن، گزینه چهارم هیچ کدام. جواب صحیح کدام است؟ با هم می‌بینیم. بله، گزینه دوم منچو جواب صحیح سوال است. سوال بعدی، انجمن مسلمانان هند به چه نام تأسیس گردید؟ سوال مربوط فرم دایکندی است. خب
گزینه‌ها را با هم می‌بینیم. گزینه اول مسلم لیگ، گزینه دوم انجمن اسلامی، گزینه سوم کنگره اسلامی و گزینه چهارم شورای مردمی. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ جواب صحیح را با هم می‌بینیم. بله، گزینه اول مسلم لیگ جواب صحیح سوال است. خب ایزان رسیدیم به قسمت فعالیتتان. دقت کنین. بخش اول فعالیتتان راجع به سوابق چین زیادتر معلومات حاصل نمایید. بخش دوم فعالیتتان راجع به جنگ تریاک زیادتر تحقیق کنید و بخش سوم فعالیتتان خلاصه درس را لکچر دهید. خب متعلمین عزیز، خسته نباشین. تا جلسه بعد همتان به خدا مسپارم. به امان خدا. خدا نگهدار.